سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز. امروز اومدم یه جایی تو منطقه کردستان. این امامزاده‌ای که اینجا هست میگن خاکش این زگیل های دور گردن، این جوش های کیسه ای مانند که با نخ میبندن یا لیزر میکنن پاک میکنن، میگن این خاک و اگر خاک اینجا رو در روز چهارشنبه حالت گل درست کنی با آب و به اون جوش حالت چربی که دور گردن حالا رشد میکنه بزنی، اینو میندازه دیگه. نیازی به لیزر رو یا با نخ بستن 2-3 روز ببندی و بالاخره بیفته نیست. اینجا امامزاده شه و حالا این داخلش رو کاشی کردن، ولی از همین خاک دوروبر از همین جا هست. خاک تمیزش میاری و میریزی توی این نایلون. حالا ما اینجا بریزیم توی نایلون و بعداً من نتیجه کار رو بهتون میگم. حتما نتیجه کار بهتون میگم. یه دورم بزنیم. اینجا نگاه کنید، همه جا جای خوب قشنگ. و میگن اینجا این خاک رو وقتی برمیداری، بذاری من دوربین رو اینجا بذارم براتون، هم منظره رو ببینید هم یه جورایی بنده رو. خب نه دیگه، اگرم جایی رو نمیبینید ببخشید دیگه. خب این خاک رو ما میریزیم داخل این. خیلی جالبه. یکی روز چهارشنبه باید بزنی، یکی میگن که زمانی که خاکو میاری میریزی داخل کیسه میاری اینجا رو ترک میکنی، نباید برگردی به اینجا نگاه کنی. خیلی جالبه. میگن باید اینجا رو نگاه نکنی. و ما یه جای دیگه هم داریم به اسم زیکه و ریزه، حالا کردیش میشه زیکه و ریزه. خب اونجا هم میگن آبش برای کلی، یعنی شما میری بالای یه تپه کوه ماننده، از آب اونجا که مینوشی تا پایین نیومده سنگ کلیات کلا میفته. و اینم یکی از عجایب منطقه کردستان. کردستان خیلی جای دیدنی داره. اوکی، حالا حالا ما میخوایم برگردیم به هیچ عنوان نباید رومونو برگردونیم و به این امامزاده خوشگل و کوچیک نگاه کنیم. برمیگردیم و من حتما نتیجه کارو براتون میذارم. اگر نتیجه داد، با امید خدا که خیلیا گفتن نتیجه میده. امتحان کردن، سالهاست امتحان کردن و جواب گرفتن. حالا من اگر جواب بگیرم حتما با شما دوستان در میون میذارم این کار رو. بذار خودم امتحان کنم، اگر اوکی بود حتما بهتون خبر میدم. فیلمش هم میذارم براتون.